الباب الثانی الاذان و اقامه. باب دوم در بیان تعریف اذان و اقامت و حکم هر دوی این. مسئله دوم در بیان تعریف اذان و اقامت و حکم هر دوی اینها. تعریف اذان و اقامت. اذان در لغت به معنای آگاهی کردن است، اعلان نمودن می باشد. چگونه که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش می فرماید در سوره توبه آیت 3: و اذان من الله و رسوله، و اذان آگاهی از جانب الله و پیامبرش، یعنی آگاهی. و در شریعت باشد اذان میفرماید الاعلام بدخول وقت الصلاه بذکر مخصوص. اذان این اعلان کردنی برای فرا رسیدن وقت نماز با لفظهای مخصوص که در شریعت معین شده است می باشد. این تعریف اذان است. اما اقامت باشد در لغت این از مصدر و ریشه اقامه گرفته شده است و معنای اصلیش برداشتن یا بالا خیستن رو میگن، یا که بالا خیزاندن رو میگویند که انسان برمیخیزد. اما در شریعت باشد اقامت الاعلام بقیام الى الصلاه بذکر مخصوص وارد فی شرع، اعلان نمودن، آگاهی دادنی از برای برخیستن برای ادای نماز با ذکر مخصوص که در شریعت ثابت شده است. این را اقامت میگویند. پس حکم اذان و اقامت چیست؟ حکم اذان و اقامت چیست؟ اذان و اقامت برای مردان در وقت نمازهای 5 وقته مشروع، یعنی پیش بینی شده است، نه برای دیگر عبادت ها مانند عید، جنازه، نماز نفل و غیره، بلکه تنها از برای نمازهای 5 وقته و نماز جمعه نیست. و اذان و اقامت از جمله فرضهای کفایی هستند. فرضهای کفایی یعنی اگر یک گروه از مردم این اذان و اقامت را دادن، از دیگر گناه برداشته می شود، از دیگران ساقط می گردد. زیرا نماز و اذان و اقامت از نشانه های آشکار اسلام باشد و ترک آن به هیچ وجه جایز نیست و بی‌پروایی نسبت اذان و اقامت هم جایز و روا نیست. یعنی ترک دائمی اذان و اقامت در نمازهای 5 وقته این به هیچ وجه جایز و روا نیست. پس مسئله دوم شرط های درست اذان و اقامت. پس بدون که برای آن که اذان و اقامت درست و صحیح بگردد یا که درست و صحیح باشد، باید شرط های زیرینی که بیان می نماید شیخ رعایت کرده شود. اول اسلام اذان و اقامت از کافر درست نمیگردد، زیرا وی اهل عبادت نیست و عبادت او پذیرفته نمی شود مگر بعد از اسلام آوردنش. دوم عقل، فلا یصحان من المجنون و سکران و غیر ممیز. از شخص دیوانه یا که مست یا هر کسی که غیر ممیز است، یعنی تفاوت رو نمیفهمد، اذان و اقامت درست نمیگردد و مثل دیگر عبادت ها نیست. پس عقل اینجا شرط است. سوم مرد بودن، ذکوریه. اذان و اقامت از زن درست نمیگردد، زیرا صدای زن عورت است و سبب فتنه همه گردد. و همچنین از خناسا میگویند که جنسش نامعین است، نیز از آنها اذان و اقامت پذیرفته نمیشود، زیرا مردم نیست که وی خناسا یا که خنسا میگویند مرد است یا که زن. و همچنین اذان و اقامت در وقت نماز باید داده شود، پس اذان پیش از فرا رسیدن وقت نماز درست نیست، غیر از اذان اولی روز جمعه یا اینکه اذان اولی صبح، که در صبح هم 2 اذان هست، اگرچه در بین ما مردم این غریب باشد، اما در عهد پیامبر 2 اذان بود. اما اقامت باشد باید هنگام قصد و شروع کردن نماز گفته شود که مردم برمیخیزند از برای نماز. و اذان باید با ترتیب و پی در پی خوانده شود. ترتیب و پی در پی چگونه که در سنت صحیح آمده است، چون این شرط درست است. شرط درستی اذان و اقامت است. بارک الله فیکم. و تفصیلات ترتیب آن، یکی شکل اذان و اقامت، در فصلهای آینده ذکر می شود. پس شرط ششم اذان و اقامت با زبان عربی با لفظهایی که شریعت معین کرده است از جانب سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم باید گفته شود. یعنی اذان و اقامت باید با زبان عربی با لفظهایی که در سنت آمده است اجرا شود. با ترجمه یا که تحریف و تغییر دادن آن درست نمی گردد. بارک الله فیکم. مسئله سوم فی الصفات المستحبه فی المؤذن. مسئله سوم در بیان صفات‌های مستحب، یعنی صفات‌های دوست داشته و نیکو در مؤذن، شخص اذان گوینده. یعنی چی صفات‌های نیکویی رو باید این شخص مؤذن داشته باشد؟ اولا عادل و امین باشد، با انصاف
با اعتماد باشد، زیرا مؤذن اذان دهنده امانتدار است. مردم به او تکیه میکنند در اذان، در نماز، در روزه. اگر امین نباشد، امانتدار نباشد، شاید مردم با اذان بر وقت فریب بخورند. دوم، بالغی به بلاغت رسیدن و عقل به یک سن معین رسیدن، یعنی بلاغت و عقل داشتن. اما اذان کودک ممیز فرق کننده نیز صحیح و درست میگردد، گرچند که اذان کلان بهتر است میگویند، اما از کودک هم پذیرفته میشد اگر که فرق کننده باشد، تواند اذان را گفتن، درستی اذان را گفته تواند از خود کرده باشد. بارک الله فیکم. و سوم، از صفات مستحبه در مؤذن با وقتهایی که باید اذان بگوید آشنا باشد، دانا باشد، تا تواند دقیق وقت نماز را بشناسد و در آن وقتهای معین شده اذان را بگوید، اذان داده شود. چون اگر این موارد را نداند شاید اشتباه کند و مردم را در اشتباه افتاند. و دیگری از صفاتهای مستحب بر مؤذن این صدای بلند و روشن زیبا داشته باشد تا بتواند مردم را بر اذان، بر رسیدن نماز آگاهی نماید، تا بتواند این وقتهای نماز را به مردم شناسایی نماید و بشنواند بر آنها این وقتها را. و دیگری از صفاتهای مستحبه بر مؤذن که این مستحب است، یعنی پسندیده است، از هر دو حدث که حدث را ما در درس‌های گذشته در باب اول بیان کرده بودیم، حدث کلان و خرد، بی‌وضوئی و جنابت پاک باشد. با وجود آنکه پاکی برای اذان این شرط نیست، اما از چیزهای پسندیده است، مستحب است که انسان در حالت طهارت باشد، در حالت پاکیزگی باشد. و دیگری از صفاتهای مستحبه برای مؤذن به حالت ایستاده و رو به قبله اذان بگوید. این از آداب‌های دیگری اذان است، چون اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز چنین میکردند و دو انگشت را در گوشهایش بیگذارد، بیاندازد، چون این در اصل صدا را بلند میکند و هنگام گفتن حی علی الصلاة طرف راست روی بیارد کمی و هنگام گفتن حی علی الفلاح به طرف چپ رو بیارد کمی. بارک الله فیکم. در هنگام اذان گفتن با تهنی، با آرامیش اذان بگوید، اما هنگام اقامت کمی با شتاب، تیز گفتن، یعنی اذان را آرام، با تسلط، با صبر بخواند، بگوید و اقامت را زود و با سرعت بخواند، چون که اقامت برای خیزاناندن مردم از برای نماز است، اما اذان از برای دعوت مردم به سوی نماز که نماز نزدیک شد. بارک الله فیکم. مسئله چهارم، فی صفت الاذان و اقامه. مسئله چهارم درباره یا که در بیان صفت اذان و اقامت. صفت اذان و اقامت. صفت اذان و اقامت یعنی شکل خواندن اذان با ترتیب کلماتش در احادیث نبی صلی الله علیه و سلم آمده است، از جمله از حدیث ابو محذوره که در آن گفته شده است پیامبر الله صلی الله علیه و سلم شخصا که با او، با ابو محذوره شخصا طرز اذان گفتن را آموزانید و فرمود تقول، یعنی بگویی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. که گفتیم که راوی ابو محذوره این حدیث رو ابی داود تحت رقم 503 و ابن ماجه تحت رقم 708 روایت کردند و البانی این حدیث را صحیح شمردند، در صحیح سنن ابن ماجه تحت رقم 581 صحیح دانستند. این از طرز درست اذان. و اما اقامت باشد، طرز گفتن اقامت باشد الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. این حدیث رو انس رضی الله عنه، حدیث انس روایت شده است و ثابت شده است که گفت امر بلال ان یشفع الاذان، امر کرده شد بلال، بر بلال امر کرده شد که نماز اقامت که اذان دو جفت گفته شود، ان یوتر الاقامت الا اقامه، اینکه اقامت تاق گفته شود، یک گفته شود. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه دوباره گفته می شود قد قامت الصلاه. این حدیث رو بخاری تحت رقم 605 و مسلم تحت رقم 378 روایت کردند. پس خلاصه کلمه های اذان دو گفته می شود، جفت، و کلمه های اقامت یک بجز قد قامت الصلاة دو مرتبه گفته می شود است. زیرا بلال رضی الله عنه مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در سفر و هم در شهر
در حدر همین طور از آن میگفتند تا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه را ادامه میدادند. حتی بعد وفات آن صلی الله علیه و سلم نیست این گونه از آن میگفتند. بارک الله فیکم. و آیا شکل دیگری هم ممکن است؟ سوال میشه در اینجا. بله، اگر شخص در اذان بعد از اولی شهادت دادن اشهد ان لا اله الا الله که اشهد ان محمد رسول الله دو بار با آواز پست همین کلمات را میگوید. در اقامت نیز وقتی این شهادتین را میگوید همین را با دو بار با پست میگوید. همچنین در اقامت نیز این روایت ها که این حدیث را امام ابی داوود تحت رقم 503 روایت کرده هستند اینم درست است، ثابت است. بارک الله فیکم. اما جمله های خاص در اذان نماز صبح و در اذان نماز صبح یعنی بامداد پس از حی علی الفلاح دو بار میگوید الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز بهتر از خواب است. و این بر اساس حدیث ابی محذوره که در بالا ذکر کردیم پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند این کان فی اذان الصبح قلت، اگر در اذان صبح باشد پس بگویی الصلاة خیر من النوم، میگویید نماز بهتر از خواب است. روایت نسائی و البانی اون را در صحیح سنن نسائی تحت رقم 628 صحیح دونستند و صحیح گفتند. بارک الله فیک. مسئله پنجم ما یقول السامع الاذان و ما یدعو به بعده، چی میگوید شنونده اذان، کسی که اذان را میشنود چی میگوید و دعایی که هنگام اذان که بعد اذان انجام میدهد. پس بدون که سنت است که هر کس اذان را بشنود همان چیزی را که از مؤذن میشنود باید آن را تکرار نماید. بر اساس حدیث ابو سعید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، هرگاه اذان را شنیدید پس همان گونه‌ای که مؤذن اذان میگوید آن همون گونه تکرار نمایید. این حدیث بخاری تحت رقم 621 و مسلم تحت رقم 1090 روایت کردند. مگر در دو حی علتین یعنی حی علی الصلاه حی علی الفلاح، مگر در این دو موضع، پس در اینجا بر شنونده لازم است و مستحب است که بگوید لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، قوت و قدرت توان نیست مگر قوت و قدرت الله سبحانه و تعالی. پس از شنیدن حی علی الصلاه و حی علی الفلاح که باید این کلمات رو بگوید حدیث عمر ابن خطاب است رضی الله عنه وارد شده است و این حدیث رو امام مسلم تحت رقم 385 روایت کرده است. بارک الله فیکم. اما اگر مؤذن در نماز صبح الصلاة خیر من النوم بگوید که نماز بهتر از خواب است پس شنونده آن را تکرار نماید. اما در وقت اقامت برخاستن به سوی نماز سنت نیست که شنونده آن را تکرار نماید. سپس بعد از آن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم درود و صلوات میفرستد و دعا میکند اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیله والفضیله وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. این دعا را میگوید. این حدیث را بخاری تحت رقم 604 روایت کردند و در تحت رقم این حدیث ذکر شده است که هر کسی که این دعا را بگوید بعد از آن همین اللهم رب هذه دعوة التامة شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او در روز قیامت حلال می شود، یعنی نصیبش می گردد. و معنای این دعا این است که اللهم رب هذه دعوة التامة، ای پروردگار این دعوت کامل و صلات القائمه و نمازی که برپا ایستاده شده است، آت محمد الوسیله بر محمد وسیله و فضیلت عطا فرما و بعثه مقام محمود الذی وعدته و عطا فرما بر او مقام محمود که وعده کرده ای بعدی برخواستن در روز قیامت در صحرای محشر. پس این دعاها را انسان فراموش نکند. بارک الله فیکم.